سلام بچه‌ها، چطورید؟ امیدوارم حالتون خیلی 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 خوب باشه. Oh my god, it's Kayshawn. من که حالم بده. الان وسط امتحانم 3 تا امتحانم تا الان دادم. ساعت 5 دوباره امتحان دارم. هنوز براش نخوندم. قراره توی 1 ساعت جمعش کنم. امیدوارم که هر کسی که تا الان امتحان داشته و همچنین من امتحانمون خوب بدیم، بعدش با خیال راحت بگیریم بخوابیم، چون با اینکه من الان شبا میخوابم ولی خوابم مفید نیست و استرس دارم برای امتحانم. برای همین یه خواب راحت میخوام. همین. یه چیزی بهتون بگم، من الان ریاکشن به دیسونرژی گرفتم و خیلی کوتاه بود و خیلی ویدیوم بی محتوا شده بود. اینجوریه که یعنی اگه بذارم قطعا کامنت هیت میگیرم. اینجوریه که تو چیزی بلد نیستی، بیخیال. آره. حالا این موزیک ویدیو چیه؟ موزیک ویدیو دود از ابوم، بله، که نمیدونم قراره چی ببینیم توش. امیدوارم که چیزی نباشه که مجبورشم سانسورش کنم، چون به هر حال خانواده اینجا نشست. آره، رکورد شد، الان میبینیم. Sina på det dud باز تو با میده شد من خونه سو گرگ ایچمو تو سینا پر دود. فکر کنم باید دست سانسورچی رو کنم و یه سری چیزا رو سانسور کنم اینجا. باز تو با میده شد این دیگه چی بود؟ زنگای سفید پودر شد. دیدی تو با ریتم رفت. یه بار دیگه گرگ ایچمو تو سینا پر دود باز تو با میده شد این دیگه چی بود؟ زنگای سفید پودر شد. سر آیفون زدن و کندن تو هم خود سبا اگه ده کسی نگی ببرم جای خوب. دخترک مرا میگم مچو مرا کجا برد یک دفعه دلم شک چکه کجایم سعی میکنم نفع وقت رفت سر دوزانو کارا رو مام کردیم که همراه افتفت پیشورم هم زدم خاله من نبودم اونو بود سابسکرایب کردش مگه طالبا گرفته از بابا این خاک کردش مرا میگش نگم خوب باشه آشیایی میخورن گو خواهی مالی میکنن از رو برو در خانه صداش میکنن کچالو سینا پر دود. میگه تو خونه صداش میکنن کچالو. بچه کچالو هم سیب زمینیه که به کسی که حالت بیارزش هم فاقد اهمیت هم اینا بهش میگن کچالو. ولی خب بچه سیب زمینی خوشمزه‌ش هم بهش توهین میکنین. باش میشه خیلی غذا رو درست کرد. سلیقه ندارید. دود باز تو با میده شد من خونه سو گرگ ایچمو تو این کسی که کنارش نشسته انگار که به زور آوردنش و انگار که کمک نیاز داره. کمک لازم داری بهمون بگو. قیافش خیلی اینجوریه. ببینید ارس میخورم میبینه لالم بهتره ارس میخورم میبینه چه به پرتره ارس میخورم میبینم مدل لوکس تره میخوا خود صبح هرس میخورم میبینم پولم بیشتره. هرس میخورم میبینم ماشینم لوکس تره. دیگه چی؟ خب آره یه سری هستن که هرس میخورن کنیم اگه بچه گویت نره پشت گم بچه گویت نره یعنی که نرینی. همینه دیگه، معنیش میشه همین. نگرد گرد یاده تغییر نکردن هم شناختی ساده حساب نکن سری یادم و فکر خوب گرد یاد میگه که پشت گپ نگرد، گپ زیاده. راست میگه، ما نمیتونیم در وقیه رو ببندیم. رنج عمل سفرن شد ابو میه با سنایی وقت نداره ده ترافیک منویسه ورسای شسته کن میری گل رول کده چشماش جان گل کور بالا ملی سارا بگم یکی سارا ملی کارا بگم یکی را نشان خانم برش ماما سیتا سینیوریتا قرصک زده ای سوبیا اکسه چه قلاوده بوده ای تو دختر کده الا والا. این یه قسمتش وایرال شده و من یه قسمتش دیده بودم که میگفت اکس چقدر لوده بوده تو رو کرده الا، یعنی اکس تو چقدر دیوونه بوده که ولت کرده.
اگه اکستون ولتون کرده خیلی دیوونه بوده. بله جسته که میری گل رول کده چشماش جان گل کور بالا بالا ملی سارا بگم یکی سارا ملی کارا بگم یکی را جشاب خانم برش ماما سیتا سینیوریتا قرسک زده ای سوبیا اکسه چه قلاوده بوده ای تو دختر کرده الا والا چی میگی مادا فوکو نشید اسم چه ماما برو به امان خدا برا جاد خدا نچسبن دماها شما مرد نمیشناسه فقط صدای من شنیدین از کجای خاکی آمده مال اینجی رسیدیم مگم شنیده که شما ندیدن و دیگه ما دادم ازای رقم شیطان نفسم خلاص شد سینه پر دود با صبح میده شد بخونسون گرد ایچمو تو هیچ همو تو یعنی هیچی همینطوری زنت نمرود آخه سینه برد زنت نمرود نمیدونم یعنی چی ولی باحال بود. یه قسمتش که میگه هیچ همو تو شبیه همون آهنگ اون یکیش ریتمش یه خورده شبیه آهنگ بیا پیشش از خودشه. همین دیگه لذت بردیم. یه جایی سه جاهاش هم باید سانسور کنم. عالی بود حال کردم باهاش هر حرفاش اکسه چه قلاوده بوده کرده چی دختر الا یادم نمیاد همون یه تیکش پلی کن همون یه قسمت اکسه چه قلاوده بوده ای تو دختر کرده الا والا. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. خیلی دوستتون دارم. برید به کارتون برسید درساتون رو بخونید. همین دیگه. خدا نگهدار. بای بای.